به نام خداوند یکتا و درود بر شما. به خبر 6 از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 17 ماه جوزای سال 1402 خورشیدی است. سرخط خبرها: روبرو بودن نیمی از جمعیت کشور با ناامنی غذایی. همزمان با روز جهانی غذای سالم، سازمان ملل میگوید بیش از 15 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بیدرنگ غذایی نیازمند هستند. در حال حاضر تخمین زده می شود که بیش از 15 میلیون تن در سراسر افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند که از این میان 2.8 میلیون تن بیدرنگ به کمک‌های غذایی نیازمندند. مجبور که نان صبح نخوریم، در چاشت بانیم که اطفال بخورن، صدای کسی اشتکار کسی نشنود. کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان. یک نهاد پژوهشی بریتانیایی در گزارش میگوید کشت کوکنار در بخش‌های جنوبی کشور تا 80% کاهش یافته. خوب است که از همچون نهادها در عرصه اعتراف با پیشرفت‌ها و دستاوردهای امارت اسلامی ما شاهد باشیم. تا هنوز از طرف اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در مورد اینا اظهار نظر نکردند که گویا این را پور السیسی تایید کرده باشند. به سرنوشتی یک خانواده تاجیکستانی در کابل. این خانواده که 3 دهه می شود در افغانستان زندگی می کند، از عدم دریافت حق پناهندگی و نبود فرصت‌های کاری شکایت دارد. کلاگی ما تیتو پوش است، زندگی ما تیتو پوش است. گفتی امو چیز که تیتو پوش ریز چوش هستیم. یکیش در پاکستان است، یکیش در روسیه است، یکیش در روسیه است، دوتاش در تاجیکستان است. ایناش اینجا به سرنوشت. کاهش نرخ تورم در گزارش بانک جهانی. به گفته این نهاد، تورم نرخ‌ها در افغانستان تا ماه مارچ امسال به 1.9% کاهش یافته و احتمال بهبود روابط میان تهران و ریاض. من شمس امانی میزبان شما هستم. وقت شما بخیر. همزمان با روز جهانی غذای سالم، سازمان ملل میگوید بیش از 15 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بیدرنگ غذایی نیازمند هستند. از سوی دیگر برخی از خانواده‌ها در کابل میگویند به علت فقر و تنگ دستی نمیتوانند غذای بسنده و سالم بخورند. روز جهانی غذای سالم در جهان در حال فرا رسیده که هزاران خانواده در افغانستان روزانه غذای کافی خورده نمی توانند. خانواده 7 نفری ماجبین 25 ساله یکی از آنها است. او از بهر پیدا کردن لقمه برای خانواده‌اش در خانه‌های مردم صفاکاری می کند. می گوید از بهر تنگ دستی خود و خانواده‌اش غذای کافی خورده نمی توانند و همین قدر غذا می خورند تا زنده بمانند. نان شب که میخوریم در صبح ایران هستیم، از صبح میخوریم در چاشت ایران هستیم. ما آنقدر مجبور میشیم که نان صبح نخوریم، در چاشت بانیم که اطفال بخوره که صدای کسی اشتکار کسی نشنود. این تو وقت هم شده که شب خوردیم با صبحش نمانده که نه پول بود که با بچه ها بگیریم نه بچه ها بخورن. هیچ چیزی نداریم و چیزی هم پیدا نمیشه، خودیم بیکار، بچه هم خورتره. مسئول ارتباطات برنامه جهانی خوراک میگوید در حال حاضر بیش از 15 میلیون تن در سراسر افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند که از این میان 2.8 میلیون تن بیدرنگ به کمک‌های غذایی نیاز دارند. در حال حاضر تخمین زده می شود که بیش از 15 میلیون تن در سراسر افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند که از این میان 2.8 میلیون تن بیدرنگ به کمک‌های غذایی نیازمندند. برنامه جهانی غذا و شرکای آن توانستند در سال 2022 میلادی به 23 میلیون تن کمک‌های غذایی ارائه کنند. از سوی هم وزارت اقتصاد به این باور است که تمامی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای چرخش اقتصادی و ناامنی غذایی سودمند است. در صورتی که جامعه جهانی به هدف کاهش فقر، ایجاد فرصت‌های کاری از طریق حمایت برنامه‌های انکشافی، تمرکزشان را به سکتورهای اشتغالزایی و تولیدی نمایند، برای بهبود وضعیت اقتصادی هموطنان عزیز ما موثریت بیشتر خواهد داشت. در همین حال وزارت مالیه از امضای قرارداد به ارزش 8.1 میلیون دلار با بانک انکشافی اسلامی در بخش‌های مسئولیت غذایی، آب آشامیدنی، صحت و دیگر بخش‌ها در افغانستان خبر می‌دهد.
دا مرستې به د هیواد په مختلفو ولایتو کې د خوړو خوندیتوب، د پاکو اوبو رسولو، روغتیا او کرنې په برخو کې لګول کیږي. چند پیش برنامه جهانی خوراک و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد همچنان از ناامنی شدید غذایی در 22 کشور به شمول افغانستان تا ماه نوامبر سال روان هشدار داده بود. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در سفرش به بریتانیا با برخی از مقام‌های این کشور درباره افغانستان گفتگو کرده. توماس ویس در دیدار با طارق احمد معاون وزارت خارجه بریتانیا منافع مشترک با افغانستان را مهم خوانده. این در حالی است که پیش از این آقای ویست از آغاز سفرهای تازه‌اش به امارات متحده عربی و بریتانیا خبر داده بود. یافته‌های یک نهاد پژوهشی بریتانیایی نشان می‌دهد که کشت کوکنار در بخش‌های جنوبی کشور تا 80% کاهش یافته. در گزارش نهاد السیس آمده که در بخش‌های جنوبی افغانستان کشت کوکنار تا 80% کاهش داشته. از سوی هم امارت اسلامی میگوید که در جریان نزدیک به 2 سال پسین تلاش‌ها برای نابودی کشت کوکنار در افغانستان جریان داشته و از کشورهای دیگر می‌خواهد تا برای کشت بدیل کشاورزان افغانستان را یاری رسانند. بنفشه بینش گزارش می‌دهد. 14 ماه پس از ممنوعیت کشت، قاچاق و پروسس مواد مخدر در افغانستان، یافته‌های یک نهاد پژوهشی بریتانیایی زیر نام السیس نشان می‌دهند که کشت کوکنار در ولایت‌های جنوبی افغانستان در مقایسه با 3 سال پیش 80% کاهش داشته است. بر بنیاد این گزارش پس از فرمان رهبر امارت اسلامی درباره ممنوعیت کشت کوکنار در سراسر افغانستان، میزان کشت کوکنار در بخش‌های جنوبی افغانستان به ویژه در ولایت‌های هلمند، نیمروز و قندهار تا 80% کاهش یافته است. این یک اقدام بسیار خوب است که هم مبارزه صورت میگیره هم تداوی صورت میگیره، ولی هم کفایت نمیکنه. باید کمک های جامعه جهانی در این راسته باید وجود داشته باشه. سرش کارمور د نورو کلونو په پرتله باندې د ولایتونو په تناسب د 10% څخه تر 40% پورې په غنمو په تولید کې زیادت راغلی دی. تصاویر ماورایی این نهاد نشان می‌دهند که در سال 2022 بیش از 120,000 هکتار و در سال 2023 کمتر از 10,000 هکتار زمین در هلمند کوکنار کشت شده است. بر بنیاد یافته‌های این نهاد، کشاورزان به جای کشت کوکنار به کشت گندم و هنگ روی آورده اند. دا شدی چې بندي سي د غنمانو په باره کې چې زموږ سره حکومت کومکونه وکړي، د انبار او د غنمانو د تخمو کومکونه چې باید را سره وکړي. هغه چې موږ راته خواري وکړو، موږ ته هیڅ نه د نه پاتېږي. موږ خپل د عیال په ډوډۍ پساریانې داسې وخت راغلی دی چې په هفته مو ډوډۍ نه ده پخ کړې. ناتاریاک چې بند په مصرف نه جوړوي، بس خلک دا ستړي د برمو په اوبو پسې پخوا په لسو هندارو اوبه راکښوي، په شلو لاندې سره راکښاله. در همین حال معاون سخنگوی امارت اسلامی یافته‌های این پژوهش را می‌ستاید و می‌افزاید که حکومت سرپرست متعهد به اجرای فرمان منع کشت کوکنار در سراسر افغانستان است. خوب است که از همچون نهادها در عرصه اعتراف با پیشرفت‌ها و دستاوردهای امارت اسلامی ما شاهد باشیم، ولی کارکردها و فعالیت‌های امارت اسلامی در عرصه مواد مخدر در تمام کشور بسیار اثرگذار بود و طبق فرمان عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله کشت مواد مخدر، تولید، قاچاق، پروسس، خرید و فروخت هم مواردش ممنوع قرار داده شده. بر بنیاد اطلاعات وزارت داخله تاکنون بیش از 6,000 عملیات برای پیکار با کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان انجام شده است که در نتیجه آن 4,000 تن مواد مخدر گردآوری شده و بیش از 6,000 تن در پیوند با قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند. یک خانواده تاجیکستانی که 3 دهه میشود در افغانستان زندگی میکند از عدم دریافت حق پناهندگی و نبود فرصت‌های کاری شکایت دارد. این خانواده تاجیکستانی میگوید با آنکه بارها در جریان حکومت‌های پیشین از بهر حل مشکلاتشان مراجعه کرده اند، اما هیچ کسی به داد آنان نرسیده. اکنون آنان از حکومت سرپرست و سازمان جهانی مهاجرت خواهان همکاری هستند. اسما سائین بیشتر میگوید. تاجنسا همراه با خانواده‌اش 30 سال پیش تاجیکستان را ترک کردند و به افغانستان پناهنده شدند و اکنون در گوشه‌ای از کابل به سر میبرند، اما میگوید که در این مدت با مشکلات فراوان روبرو شدند. تا کنون هیچ حکومت مشکلات آنان را حل نساخته است. حق حقوق ما داده شود، یک جای باشه که ما همراه اولادام یک جای شو.
فعلا اولادای من کلگی ماتی تو پاش است، زندگی ماتی تو پاش است. بانو نسا میگوید که شوهرش از مخالفان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بود و به همین حال کشورشان را ترک کردند و به افغانستان پناه آوردند. 3 پسر این خانواده در افغانستان چشم به جهان گشودند و میگویند که مکتب را در لیسه حبیبیه کابل به پایان رساندند، اما به علت نداشتن سند از ادامه آموزش و حق کار به دور ماندند. 5 سال از مکتب خلاص کردن میشه دیگه. بعد از 5 سال دیگه فعلا من از حق تحصیل و پانتونی چیزا محروم هستم. دیگه زیاد پیشش گشتم، وزارت رفتم که برم تحصیل خودم ادامه بدم، اما نتوانستم به خاطر که هر یک ریاست که میرفتم گفتن تذکره. این خانواده میگوید که دیگر زندگی برایشان در افغانستان دشوار شده است و مجبورند تا دوباره مسیر مهاجرت را در پیش گیرند. حق کار نداریم، حق مقصد آزاد نداریم. بنابراین فعلا ما خواهش میکنیم که از سازمان ملل متحد و از دولت فعلی که فعلا هستن مقصد سرنوشت ما را باید روشن بکنن. ما یک پناهنده هستیم، پناهنده سیاسی هستیم، به افغانستان پناه آوردیم. افغانستان کشور است که از سالها به این سو قانون پناهندگی ندارد که بر بنیاد آن حقوق پناهجویان تعریف گردد. در این روزها شمار بیماران در برخی از شفاخانه‌های کابل بیشتر شده. پزشکان در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی میگوید در یک هفته پسین بیش از 1000 کودک بیمار به این شفاخانه آورده شده اند. همزمان با این پایتخت نشینان از افزایش بهای دوا در دواخانه‌های کابل نیز شکایت دارند. هدیه زیایی بیشتر میگوید. همزمان با گرمتر شدن هوا شمار بیماران در برخی از شفاخانه‌های کابل بیشتر شده است. شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی یکی از شفاخانه‌هایی است که این روزها گواه بیشتر کودکان بیمار است. موسمی امراض خصوصا په ګرم موسم په سي ارتباط لري مخ په زیاتېدو دي او موږ هر یو ډاکټر د داخله په او پی ډي بخش کې تقریبا سل یو نیم سل 2 ساعت پورې چې دا موږ ثبتوو. په دې اخري 2 هفتو کې چې کوم تعداد د موسمي امراضو مریضانو موږ ته مراجعه کړل ده د هغې تعداد د 1602 نفر. همزمان با این برخی از بیمارداران از گرانی بهای دوا در کابل نیز شکایت دارند. آنان میگویند که بهای دوا در دواخانه‌های شهر کابل در مقایسه با گذشته چند برابر شده است. یک شربت خریدیم از اون شفاخانه 225 افغانی، ما از ده افغانان سواش خریدیم 110 افغانی. عمود دوا عمود چی که یک کارخانهش فرق داره، خب فقط که همی کارش بچسبه بس میگه نمیبایشه دیگه. باز گفتن نمیتونیم، از ما خود ما مجبور هستیم که اینجا مریضای میگه چی میباشه شفاخانه نباشه میگه بیاد. دا ټول ډیر بیچاره خلک دی کنه چې دا د 2 روپۍ وسه هم نه لري، د شفاخانې ته چې راځي هم کنه د غریباتو د واجب نه راځي. از سوی هم اداره ملی دوا و غذا میگوید که گروه‌های نظارتی نهاد از بهای دوا در شهر نظارت میکنند و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. تیم‌های نظارتی قیمت نسخه‌های اجرا شده را اونا کنترل میکنن به شکل همه روزه و هر دواخانه‌ای که بیشتر از فیصدی تعیین شده مفاد اونا بگیرن و یا هم دوا را به فروش برسانن، دواخانه‌شان مسدود میشن. گرمی و آلودگی هوا، رعایت نکردن نکات بهداشتی از علتهای اصلی افزایش بیماری‌های فصلی پنداشته میشوند. شماری از باشندگان ولسوالی واشیر هلمند میگویند که صدها خانواده به علت کمبود آب مجبور شدند که خانه‌هایشان را ترک کنند. به گفته آنان اگر این اوضاع ادامه یابد تمامی باشندگان واشیر خانه‌هایشان را ترک خواهند کرد. از سوی دیگر مسئولان محلی هلمند چالش کمبود آب در ولسوالی واشیر را میپذیرند، اما میگویند حکومت مرکزی تعهد کرده تا به این مشکل مردم رسیدگی کند. اینجا روستای گرازان در مربوطات ولسوالی واشیر ولایت هلمند است که از بحر نبود آب نزدیک به 300 خانواده ناگزیر به ترک خانه‌هایشان شدند. اعضای یگانه خانواده‌ای که در این روستا باقی مانده میگویند که برای زنده ماندن و به دست آوردن آب مورد نیاز ناگزیر هستند تا ساعتها راه را بپیمایند. موږ د کورنۍ یو غړی مکمل دغه ته درولې دی، یو دوه دغه ته اچولې دي چې د ورځې ایا دي پر بودګانو باندې یا پر مشکلانو باندې یا پر بسکلانو باندې خلک د کور د پاره د چشنګ وبه راوړي.
تنها روستای گرازان ولسوالی واشیر با کمبود آب روبرو نیست. ساکنان روستاهای دیگر این ولسوالی نیز با این چالش دست و پنجه نرم میکنند. اسماء 3 ساله باشنده قریه فولاد ولسوالی واشیر هلمند با خواهرش برای تهیه آب مورد نیاز 2 ساعت پیاده روی میکند. نو کې چې غټان جګه په کارو مصروف دي او دا کوچنیان چې دي نو موږ هر یو په کور کې اوبه نه لرو. دوباره مو دغه یو کوچنی و دغه ته درولې دی چې معنا د برمې څخه اوبه راوړي. شمار دیگر از باشندگان ولسوالی واشیر نیز میگویند که اگر آب آشامیدنی برای آنان فراهم نشود، ساکنان این ولسوالی نیز مجبور به ترک خانه و روستاهایشان خواهند شد. اوبه ډیر سخت ځپلي یو دا خلک مو د اوبو د نیستۍ څخه و هجرت ټول د واشیر عمومي ولسوالي خلک و هجرت ولاړ دي. دا چې اوبه د خټو د لمر نه لرو چې وس خټ وکړو دا یو ځای ګل کو دغه اوبه مر نه لرو برمې مو وچ سوسانان وس و یار د لاسانان وس برمې سو برمې و بنل. مسئولان محلی هلمند نیز چالش باشندگان ولسوالی واشیر را تایید می‌کنند، اما می‌گویند که برای حل این چالش حکومت مرکزی را در جریان گذاشتند. به گفته این مسئولان در سال آینده چندین پروژه شبکه آبرسانی در این ولسوالی عملی خواهد شد. هیاتان انجنیران راغلي دي نو غواړو چې د ګلبیت په سیمه کې غواړي دوی چې موږ ته د اوبو بند جوړ کړي او موږ هم ورسره په جریان کې د ولایت سره هم په جریان کې غواړو چې د اوبو بند دلته جوړ کړو. د هلمند ټولې ولسوالۍ ډېر ضرورت لري او د اوبو شبکو ته چې اوبه ډېرې کښته سوي دي په هغه اخري درجه کې دي نو موږ پلان لرو چې مؤسسات کمک راسره وکړي. این در حال است که باشندگان بسیاری از ولسوالی‌های هلمند در سالهای اخیر با کمبود آب روبرو شدند و از امارات اسلامی می‌خواهند که به این مشکل رسیدگی کند. یک بار دیگر خوش آمدید. بانک جهانی در تازه ترین گزارشش میگوید که نرخ تورم در افغانستان کاهش یافته. در گزارش این نهاد آمده که تورم نرخ‌ها در افغانستان تا ماه مارچ سال 2023 میلادی به 1.9% کاهش یافته. در همین حال وزارت اقتصاد تطبیق بهتر سیاست‌های پولی، افزایش درآمد و افزایش صادرات را از عوامل کاهش نرخ تورم در کشور می‌داند. آمنه حکیمی گزارش می‌دهد. بانک جهانی در گزارش تازه‌اش گفته است که شماری از کشورهای منطقه به ویژه افغانستان با بحران اقتصادی روبرو است و این بحران سبب کاهش رشد اقتصادی در کشور شده است. در بخش از این گزارش از کاهش نرخ تورم نیز گفته شده است. بر بنیاد آمارها، تورم نرخ‌ها در افغانستان تا ماه مارچ 2023 میلادی به 1.9% کاهش یافته است. قطع کمک‌های انکشافی جامعه جهانی، تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پیهم تاثیر منفی خود بالای رشد اقتصادی کشور به جا گذاشته، ولی با آن هم از طریق سیاستگذاری موفق اقتصادی در عملکرد یک تعداد از شاخص‌های مهم اقتصادی از قبیل ثبات ارزش افغانی، کاهش نرخ تورم، افزایش صادرات و عواید ملی تغییرات مثبت به میان آمده است. در همین حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی به این باور هستند که به علت بیکاری، کاهش درآمد خانواده‌ها و رشد پایین اقتصادی، فقر در کشور افزایش یافته است. ملل متحد کمک‌هاش موثر شود که کمک‌های بشرخوانه و مسئولیت غذایی به کمک‌های اقتصادی تبدیل شود. کمک‌های اقتصادی میتونه که در حقیقت میتونه که ما را از لحاظ فقر بسیار کمک کنه و در پالوش هم کمک‌های مسئولیت غذایی و بشرخوانه میتونه از طریق کمک‌های اقتصادی شکل بگیره و در حقیقت بازار را تقویت کنه. از سوی هم اتاق صنایع و معادن افغانستان میگوید که برای رشد اقتصادی در کشور نیاز است تا سرمایه گذاری در بخش‌های استخراج معادن، کشاورزی و پروژه‌های زیربنایی انجام شود. به خاطر کاهش فقر در افغانستان فرصت‌ها و ظرفیت‌های خوبی در کشور موجود است، از استخراج معادن گرفته تا تقویت صنعت افغانستان و همچنان مدیریت آبها و زراعت افغانستان میتونه که در کاهش فقر مؤثر باشه. بر بنیاد گزارش بانک جهانی، چشمانداز اقتصادی به علت ادامه کمک‌ها در افغانستان با ثبات مانده و انتظار می رود که رشد تولید در 2 سال آینده به گونه مثبت به پیش برود. همینجا رسیدیم به پایان خبر 6. از همراهیتان سپاسگزارم. وقت بخیر. خدا نگهدار.